سوسیسا وقتی دختر خوشگل میبینم یه چطوری کوکتله قشنگ بود. اولین خوراکی که تغییر جنسیت داد میدونی چی بود؟ خرما بود. هستشو برمی‌داشتن گیر می‌دونی کلیه ها وقتی به هم میرسن چی میگن؟ میگن آقا مشتاق ادرار. نونا حوصله‌شون سر میره میزنن تو فاز توست کپک بازی. آقا جدی میگم مادر بزرگم رفته اون خارجیه میاد میگه که های لی هستم جولی. مادر بزرگم میخواست کم نیاره گفته میگه های کین هستم سکی. میدونی به خودکاری که مثبت اندیشه چی میگن؟ جوهر خیر اندیش. ابن ملجم میخواسته خودشو لوس کنه میخوابه میگه من ملجم. حاجی به فرشتهایی که مرام پهلوانی دارم میدونی چی میگن؟ چی میگن؟ هوریای ولی. میدونی چرا اسم قرص خواب ملاتونینه؟ چون بتونیم باش لالا تونیم. به کتلتی که سنش بالاست میدونی چی میگن؟ شوگر شامی. آقا سس مایونز مایوشو در بیاره میدونی چی میشه؟ نز سسش معلوم میشه. اگه من ذرت بودم میدونستی چجوری چوسوفیل میشدم؟ تپ مصطفی بیا بخورم. فردی رفت نزد بزرگی، بعد بزرگ گفت عرضت رو بگو. شخص عرضش رو گفت، بعد بزرگ گفت که خب طولت رو هم بگو. طولش هم گفت. بزرگ مساحتش حساب کرد. میدونی تو کدوم کشور خیلی آروم راه میرن؟ اسلوواکی. یه روز یه کبوتره میمیره رو سنگ قبرش مینویسن به پایان آمد این کفتر. طرف تو عربستان درخواست شوگر میکنه بهش برق بس میکنه. آهنگا وقتی قهر میکنم میگم من کاگانمو میخوام. قندیل